نه رزونه خشو بشینه حالا نره شروع تو میکشم فهمیدی؟ اگه دا کارت چیه پامون نورا شد بمیتا خیلی اون دنگلیش ایجابی ها کیه گودا ای مشهور اینه می اپاتو استاد کنفو ماش بکنه هلی کنفو نگفتی سینا بجا کده نگفته اولی ولی هیچیم نگفتم مثلا نگفتم که سماور کلانترک بیا آخه آنه سماور بچه خدمه بردم آخه سماور تو خطی آتای مثلا مکنه آتای دارم میرم قشکم بزنم هنوز ولاس اسمم که چیکار میکنی ولاس داده همه در پیش خش تا رو افتترک کن رحیم پرودکشن این را ببین حیفی این دست ساعت نقش رو کدگی این سماور این را ببین چه کدی؟ مثلا نگفتم که سماور کلانترک بیا آخه آنه سماور بچه خدمه بردم آخه سماور تو خطی آتای مثلا مکنه آتای دارم میرم قشکم دارد ده تایره به دوشا سر نمکنه چه آخه سماور کلان خدمه مثلا بچه خدمه بردم ایدر تو کار یاد نگرفتی نگرفتی آخه من راست شد اولاد دخمه کتن اولاد هم واسه دخمه با اولادای من چی؟ با اولاد دختر تا بیو یا کلون بیو ای زنم هنوز ولاس اسمم که چیکار میکنی ولاس داده همه در پیش خش تا رو افتترک کن با مده چی فایده؟ بعد توی تا یک چلای کیلو چلای کیلو؟ یک چلای کیلو یک گوشت کیلو انیق هست تمام جان یک هفته ولاس دست خودت در پیش خونگیتون افتترک کده بگه اما زنم بدار رسی سر بیون او مردکی لیسین سر چیکار میکنی؟ دایی میمونو دیگره خود ببرم بلاش قدم نمیرسه کو من نفهمیدم که لیسین سر در همه جا میبینم ای زنم گوش که لیسین سر جمعون اینم یک گوش پشت میکشه برای لکورا بشنو دایا جو اول همه هم تیز همون ده همه میشه مالی نرفتم بتاوا گلی کو بتاویم بچه کو بیایم بچه جانم بیایم بشینه اینجا شوربا بخوریم بیایم او بچه جانم بشینه خالی شروع بکنه نه رزونه خشو بشینه حالا نره شروع تو میکشم فهمیدی؟ اگه دا کارت چیه پامون نورا شد بمیتا خیلی اون دنگلیش ایجابی ها کیه گودا ای مشهور اینه می اپاتو ای گوشه سرکه شد ای مردک سرشو نکنه ای او بالا ای راستی زمان کشکر افغان دست شد برم مردک های بال شده هم کودک کنه سر کدی خیلی کجا ای میکنه زمان تو همه را نفهمم دقیق بشم کودکان نفهمم که ما 11 چون شدم حالی میفهمونم شونه خیلی بیا چیکار میکنی بکش شوربات خواهد چیکار نمی لسی سر جمعون با لسنی سر بانم اکن لسی سرمون نگی جا بانم همین شد جمعون اینجا بانم شد میشه جمعون شاخی بسم الله الرحمن الرحیم بقید کارزه با چپانه شما تو باز نکن یودا بیدی زونه میرسا انا بیو خواهی پرتم شد ها برید انا مهارتیست بیستر او جمعون نه رو جمع برم بسم الله بگی دفش که تبستر ای مردک سبه با اون رشت خطی میزنی چکار کنیشه بگی برا بگی برا حالی کارت میایه با شکر میام آخی حالی در نهی بر بالای برامدن دک در برامدن لیسنسه میمونی پیش آینه برامدن در لیسنسه حالی شودم در کارت میشه ها خدی که برا گلی با میگه هیچ کار میکنم بیا استاد ای السلام علیکم السلام علیکم نازه که چیلا سلامت خدا جناب یانگامو نازه ای چیلا جو اول زنکلوش دکو کاوی داداس ای کیه چیلا؟
ما دایجا ماش بکنیم یو چیلا یانگه را نگفتی؟ نه هی یانگه ای چیلا چه تعریف نه نغز نمیبینم سکرات چمپیون این استاد مونه استاد کنفو ماش بکنیم خیلی کنفو نگفتی؟ سیرا بجا کده نگفته اولی نه هیچیم نگفته این معلمه ما استاد چیفو کیا کنه کینو درس میتیا خیلی که نگفتم نه نگفتم سکرات چمپیون نه آی چمپیون دیگه معلمه بزگره خیلی خیلی کم راشده های چیلا میاده بزگرین بدرین ایزا نکشین بدرین نکن ایزا نکشین بدرین بچه ها شما بدرین یکم یوردن کنم نه بزگرین اکا چیلا نوشنیم با مایل سالا بیا برو که میمونه با قدر عقد دارم باشه شاگردا بابا خدا یکم چیزی که در خونتون نداره همون را بخره فهمیده؟ چیه ارزانک نخره خدای دیم وقتی صاحب خونه آمد کو خطانه سریاز نمیگیره که بوده شما گشنه نیستید فهمیده؟ گشنه نیستید انا خدای سیم گوش کنه شاگردا خدای سیم هجوم به طبق مایمودا سیو نیستای مایمودا نکش نیستای بخره معلمه بخره شما خیلی گفتن که چیزایی که در کره ارزونک نخرین خوشبی فقط نانه پیچینوی ارزونک خورده سای یک خوش اتلا چی گفته بودم قایده یکم چیه که در خونه تو نداره هوا را بخور این تو چی؟ این که پچینی ارزونک نانی ارزاد خورده استی راست میگم آخه ماما ها خورده استم او دیده سم خورده استی این که چیه ارزونک اونو چه سه موندگه این منن موندگه اشکالات این هم چه قیمت این حال گوشت پوشت میاره این تو نانی محشر خورده استی پچینو که ارزونه ابله ما تو را نگفتم که چیزایی که در خانه تو نست هوا را بخور راست میگم دایما ها آخه شما خودم گفتگو ها چیه نداره هم را بخوره راست آخه معلمه جان ما همین چیزایی گفته که یکم چیزا نداره چی؟ آقای جولخان سلام علیکم پدرتان خونده؟ گرزنی کی همسایت؟ سلامت باشی خاله بیر آقای جولخان هلا بله همسایت سلام علیکم بیا بدرو سلام علیکم ببخشید همسایت نه سوزای تیجه کار سوزای شکر کنم خیلی کامنامه نمی تو شجایی امی کار بسیار دارم کار بسیار دیگه تیجه شکر خدا سوز کار سلامت باشی نه وای کار اومدیم زنک مهمونی رفتم در جای زنک خونه نیست ببخشید شب تشویش دادیم اکا میدونی چی ها یک چوینی در کورس ده چوینی که شما ده خونه ده چوینی در کورس ده اخترم چوینی که بیاد ببخشید اکا مای برای همسایه جون اونم میتیم علی سلامت باشه من گفتم خونه همسایه برو گفتم همین خونه اکا جولخان برو گفتم اینا از یو چوینی سلامت باشه مایل سحر ببیارم بعد نسیم مایل سلامت ببخشید اکا تشویش دادیم مایل خوب اومدن که ما همچنه کی باشو بیا همسایه بیا
بودرو ببخشی اکر دارم شبی تشویش دادم در چیکار نیست خیلی اکرم میکنه میشه بیا بودرو نه اکر جون رحمت خیلی همی کم بودی در کار آن چیکو چیکنی آدم تخپزونک سکوارات کا ها دکونه دوری کا هست ببخشی همون سکوارات ترجمه سلامت باشی اکر اما تخپزا که بیار بچه سکوارات کنه اینا هم چه رحمت مرحمت میبخشی شبادی هر سحر بیارم شونم مایل تشویش دادم دادم تشویش نکن شامه تشویش نکن خوب مایل سحر میرم میشه کی باشم بیا همسا بیا سلام علیکم بیا میبخشی سوزه تیجی بار دیگه نازی هیچ گم نه شکر سوزه تیجی کارو سوزه همه تنجی اگر تشویش دادم دم میبخشی خیلی تنجی بود چیز تنجی اما چونی که بردیم پیولش نبردیم بکر پیولا ده دانه پیولا دکور پیولا دختر جان دو پیولا بیار دختر جان دو پیولا بیار اینا همسایه پیولا میبخشی که تشویش دادم مایل همسایه چه سحر بیارم شونم مایل سحر رحمت میبخشی تشویش مایل باشم دایی نمیشه آباش بیا همسایه بیا میبخشی میکنه که میبخشی همسایه بیا شما را بیا پیولا شو نه سلامت باشی میبخشی که همیشه شما را تشویش دادم هیچ گم نه خامتیم چی نه همسایه آدم مایل یعنی چیز میبخشی که همیشه تشویش دادیم شما را همسایه جان اما نه اگر که در کار نمیبود میپرسیدم خدمت گفتم چی خدمت کنم همین چی از کو درزمول همین اوتیک حوزه زیاده دوری اکا دختر جان هم دستمالا بیار رحمت اینا همسایه هیچ رحمت اکا جان بی چی اکا همسایه لبای اوخی تام همین شاو تو سر اومده رفتن میگیری دیگه نه اکا نه خیلی اوخی همسایه پیولا بوده چونی بوده اوتو بوده دستمال بوده خار بوده مزار بوده ایشا بوده اوشا بوده اوخی جا برای تو خوستاوره میبخشی همسایه تو همیشه چون در خونت نداری همسایه ما داشتم خواهی همین سحری کم ترک انگار قد شوخی کردیم خواهی آی کار بیام همه میاره قدش گرفته بور رفته